بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آیا ندیدی؟ ألم ترى آیا ندیدی؟ کیف که چگونه؟ كيف كتبنا فعل فعل نمود فعل فعل نمود ربک پروردگار تو ربك پروردگارتون به اصحاب الفیل با صاحبان فیل. بأصحاب الفيل وصاحبان الفيل. علم یجعل آیا نگردانید ألم يجعل آیا نگردانید کیدهم مکر و فریبشان را کیدهم مکر و فریبشان را فی تضلیل در گمراهی فی تضلیل در گمراهی و ارسل علیهم و ارسل علیهم و فرستاد بالای آنان و فرستاد بالای آنان طیرا پرندگان را طیرا پرندگان را ابابیل خیل خیل یا گروه گروه ابابیل خیل خیل یا گروه گروه ترمیهم که میزد ایشان را ترمیهم که میزشان را به حجارت با سنگهای بحجارة وسنگهای من سجیل از جهنم من سجیل از جهنم فجعلهم پس گردانید ایشان را فجعلهم پس گردانید ایشان را که عصف مأکول كعصف مأکول مانند گیاه خورده شده. مانند گیاه خورده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف آیا ندیدی که چگونه فعل کرد ربک پروردگارتو به اصحاب الفیل با صاحبان فیل؟ الم یجعل آیا نگردانید کیدهم دسیسهشان را فی تضلیل در گمراهی و ارسل علیهم و فرستاد بالایشان طیرا پرنده های ابابیل گروه گروه ترمیهم پس میزدشان را به حجارت با سنگهای من سجیل از دوزخ فجعلهم پس گردانیدشان را که عصف مأکول مانند کاه خورده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الم ترى آیا ندیدی کیف که چگونه فعل فعل کرد ربک پروردگار تو به اصحاب الفیل و صاحبان فیل؟ الم یجعل آیا نگردان کیدهم مکر و دسیسهشان را فی تضلیل در گمراهی و ارسل و فرستاد علیهم بالایشان طیرا پرندگان ابابیل خیل خیل یا دسته دسته ترمیهم می انداختن بالایشان میزد ایشان را به حجارت با سنگهای من سجیل از دوزخ فجعلهم پس گشتند ایشان را که عصف مانند گیاه معکول خورده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف آیا ندیدین که چگونه فعل کرد ربک پروردگارتان به اصحاب الفیل با صاحبان فیل؟ الم یجعل که آیا نگردانید کیدهم مکر و دسته هایشان را هم فی تضلیل در گمراهی و ارسل علیهم و فرستاد بالایشان طیرون ابابیل پرندگان به شکل گروه گروه ترمیهم که میزدن به حجارت به توسط سنگهای من سجیل آورده شده از دوزخ فجعلهم آنها را برگشتان که عصف مأکول مانند گیاه خورده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. ترى کیف که آیا ندیدی که چگونه فعل فعل نمود
ربک پروردگار تو به اصحاب الفیل با صاحبان فیل الم یجعل که نگردانید کیدهم دسیسه و مکرشان را فی تدلیل در گمراهی ارسل علیهم و فرستاد بالایشان طیران پرندگان ابابیل گروه گروه خیل خیل ترمیهم که میزد ایشان را به حجارت من سجیل با سنگهای از جهنم فجعلهم پس گردانید که ایشان را کعصف مأکول مانند کاه یا گیاه خورده شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علم ترى آیا ندیدی کیف که چگونه فعل نمود ربک پروردگار تو به اصحاب الفیل و صاحبان فیل علم یجعل آیا برنگشتند کیدهم دسیسه هایشان را فی تدلیل در بیفایدگی و ارسل و فرستاد علیهم بالایشان طیرا پرندگان ابابیل خیل خیل یا فوج فوج ترمیهم که میزدشان را به حجارتین با سنگهای من سجیل از جهنم فجعلهم که پس گردانیدشان را که عصف مأکول مانند گیاه خورده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما و شما نماز میخوانیم در نمازهای خود وقتی که آیات قرآن میخواندیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام عادت داشتن که در نماز خود متوجه معانی از این آیات میبودن. در آیاتی که بشارت بود خوشحال میشدن، در آیاتی که سختی های جهنم و دوزخ بیان میشد و یا تهدید بیان میشد پس میترسیدن و حتی گریه میکردن و قطرات اشک از چشمایشان در نماز پایین میشد و با خالق خود راز و نیاز میکردن و در نماز خود هر قسمتش استغفار میکردن و از گناه های سابقه خود پشیمان میشدن. در این سوره مبارک در قسمت اول در سوره فیل الله سبحانه و تعالی یک حادثه بسیار خطرناک را قصه میکنه که وقتی ابرهه با لشکرش آمدن و میخواستن بیت الله شریف از بین ببرن و این وقتی بود که مسلمان ها اکثرشان که پیروای ابراهیم علیه السلام بودن و پیروای اسماعیل علیه السلام بودن و میگفتن که ما حتی میگفتن ما اولادای پیغمبر هستیم. ابو جهل ابو لهب میگفتن ما خو اولادای ابراهیم هستیم و واقعا هم بودن، اولادای ابراهیم علیه السلام بودن، اولادای اسماعیل علیه السلام بودن و میگفتن این تاریخ پدرای ما را سعی کنین پیغمبرها تیر شدن و دیگه با وجود از که اینا بودن یا مثلا یهودیای بودن که میگفتن که ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم، نصرانی ها میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم، یهودی ها میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام هستیم، لکن در مجموع اینا کلشان امو عقیده که پیغمبرها داشتن را فراموش کرده بودن و به شرک و بت پرستی مبتلا بودن. الله سبحانه و تعالی میگه که شما ببینید در اینمی حالتی که خانه کعبه، حتی خانه کعبه را هم اطرافش کلش از چی پر کرده بودن؟ از بت‌ها. حتی در داخل خانه کعبه دو مجسمه بود، یک مجسمه ابراهیم علیه السلام و یکی از اسماعیل علیه السلام. حتی او را مجسمه‌اش جور کرده بودن. مجسمه بت از دیگه، یا از پیغمبر می باشه، یا از اولاد پیغمبر می باشه، یا از یک ولی الله می باشه، یا از آدم خوب می باشه. از او عادتا یا خودش مجسمه‌اش عبادت میکنن یا قبرش عبادت میکنن. در اینمی شرایط وقتی که ابرهه آمد و حمله کرد، یعنی کسایی که در اونجا بودن و هم رفتن در کجا؟ در کوه ها پناه بردن. قوت ایمان نبود که اونا بخیزن از کعبه شریف، از حرم مسلمان ها دفاع بکنن. رفتن. وقتی که عبدالمطلب آمد پیش ابرهه گفت چی میخوایی؟ گفت والا صاحب ما خواهم شترهای ما میخواییم. او گفت ما فکر کردم که تو خدا مال آمدی فکر خانه کعبه است، تو آمدی دقیقا شترهای هستی. گفت والا او خانه کعبه که است همه قدر در عقیدشان بود. گفت خالق داره و مالک داره و همیجاست. این خالق متعال سبحانه و تعالی چی کرد؟ امی بیت الله شریفه چی کرد؟ در حفظ و امان خود قرار داد و امی بود که چی کرد؟ بالای از اینا امی پرنده ها را فرستاد که الله برای ما و شما نشان میده که ولو اگر کل مردم چی شوند، کل مردم بی غیرت شوند، بی همت شوند، الله مقدسات خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. پس اینجا الله میگه الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی که الله با صاحبان فیل چی کرد؟ و کسی که میخیزه در مقابل مقدسات استاد میشه، الله او را هم در دنیا ذلیل میکنه و هم در آخرت. باز امی بود که امی چی را
ذلیل ساخت و ایره نابود کرد. کیره؟ ابرهه و لشکریانشان. و ما یعلم جنود ربک الا هو. همین لشکر الله رو میگه نمیفهمه مگر خود الله، که الله چی لشکرهایی داره. یک لشکر بسیار کوچک خود جان از یا فرستاد. او لشکر کوچک چی بود؟ طیران ابابیل، پرندگک ها بودن خورد که شاید مردم میفتن که پرندگک ها از یا چی میه؟ اگر میاد خانه تا 5-6 تا 20 دانه کناری باشه، نداری کدام دانه کناری بگم. اگر از اونو کناری گکا و از چوچکای او را که ببینی، او را که شاید اگر دست یک اشتکان بیدی که یک کشش کنه او چی شوه؟ اما تا دو پایش کش کنه اون دو توته شوه. لکن الله سبحانه و تعالی توسط همون پرنده یکای بسیار کوچک لکن در حقیقت او پرنده های الهی طیران بودن، مثل طیاره بودن. وقت چون مردم طیاره را نمیفهمید که میفهمن مثل طیاره ها وارد بودن، آمدن پرنده ها همین قسم مثل که یک 200 دانه جت در یک منطقه به 200 دانه جت الهی آمدن طیران، خیل آمدن. نکتیم دعوا آمدن که هدف شو است گفت ترمیهم، اتیاره بمباردمان میکردن دم ترمیهم که همتون میزدشانه به حجارت من سجیل. درست است که انسان های وقت مثلا انسان های عصر جاهلیت اونا در جهل خود گرفتار بودن و چیزی نداشتن که دفاع از مقدسات الهی بکنن، خودشان در شرک مبتلا بودن. آدم مشرک و بیدین کی میتونه که از دین الله انسان موحد و یکتا پرست دفاع میکنه که عقیده بسیار پاک داشته باشه. پس ترمیهم به حجارت من سجیل، همین لشکر الهی همین پرنده که آمدن مثل طیاره های بسیار خطرناک جیتی که تو بم میپرته جمعی من داختن به حجارت من سجیل. میگه حجاره سنگ هایی بودن یا اونمو بم هایی بودن که از کجا او را آورده بودن؟ از جهنم آورده بودن. فجعلهم، میگه پس اینا را گشتان که عصف معکول. مثل چی واره؟ مثل مثالش میتن که اگر شما برین در یک جایی که برای حیوانات کاه انداخته باشن، اما کاهی که خورده میشه حیوانات که میخوان یک تعداد از دانش مفته توتا قیچی اما تو عزیر هم صاحب که سایل میکرده که کله یک نفر شو طرف افتاده و دست شو طرف، مثل که در یک منطقه مثلا بند شما خوبی تمثیلش خوب میفهمیم که در یک منطقه مثلا وقتی که بم مفته دیگه واسه کنی که لشکری که در موجه هستن سرش در یک طرف هست و پایش یک طرف هست و نیمه تنه درخت بند بانده و گوشتایش مثلا در و پایه بند بانده و اینی قسم اینه بین دیگه فجعلهم که حصف معکول. یعنی الله میگه که شما پشت ازی غافل نشین که یعنی الله مقدسات خود دفاع نمیکنه، از کتاب خود، از پیغمبر خود، از کعبه خود از هیچ دفاع میکنه. منطقه مردم کمک وقت میته لکن در هر وقت که است میکشه. مثل که یک پاچای ظالم دیگره که بسیار کلانکاری میکرد، او رو یک پشگک روان کرد، به گوشش پشه در آمد بنگس میکرد، همین بنگس ازی ایره نفسش کشیده بود. پس اینی است که چی است؟ گرفتن الله بسیار سخت است. پس انسان مسلمان میفهمه که وقتی من در نماز هستم در مقابل خالق با عظمت هست که لشکریانی داره که این خوب پرندگه که خورد است، ملائکای هست که اینی میبسته هم یک کود یک دست از جای میشه این کوره بگیره. مثل که ما و شما در مقابل از ملائکه مثل چی ورسیم؟ مثل مرچه ورسیم. اگر میاد تا یک نفری دانه خشت بتنه بگه که از این خشت یعنی همین قریه مرچه را، مرچه های دیگه تکواندو باز، مرچه های مثلا کراته باز، مرچه های مثلا سپورتمن، مرچه هایی که مثلا شاید اکتیداش مکتب میرن، اکتیداش پانتون میرن، تو که بری سبیم یک دانه خشت بگیرید این فرق خانهشون که بزنی مکتب و پانتون کلش چی تکه میکنی. این حال وقتی که ما و شما کلانکاری میکنم اگر ملائکه الله که یک دانه ازی مثلا کمی زمین قیل کنم که یک لوتک بده اون سعی کنی که باز کل مردم سعی کنی که زندگی کردن نمیتونن. پس ما در مقابل ذات با عظمت قرار داریم که لشکریان بسیار زیادی داره و ما بنده های عاجزش هستیم که الله ما را هم در لشکر خود شامل بگردانه که برای دفاع دین و اسلام باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریشیان. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریشیان. ایلافهم، الفت ایشان. ایلافهم، الفت ایشان. رحلة، به سفر کردن. رحلة، به سفر کردن. الشتاء، در زمستان. الشتاء، در زمستان. و الصیف، و در تابستان. و الصیف، و در تابستان. فلیعبدوا، پس باید عبادت بکنند. فلیعبدوا، پس باید عبادت کنند. رب هذا البیت، پروردگار این خانه را. رب هذا البيت، پروردگار این خانه. الذی، آن پروردگاری را که. الذی، آن پروردگار را که. اطعمهم، طعام داد ایشان را. اطعمهم، طعام داد ایشان را. من جوع، از گرسنگی. من جوع، از گرسنگی. و آمنهم، و امنیت داد ایشان را. من خوف، از ترس. من خوف، از ترس. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای انس گرفتن قریش. ایلافهم، الفتشان رحلت الشتاء، در سفرهای زمستانی و صیف و تابستانی. فلیعبدوا، پس باید عبادت کنند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را. الذی، آن پروردگار را که اطعمهم، ایشان را طعام داد. من جوع، از گرسنگی. و آمنهم، و امنیت داد ایشان را. من خوف، از ترس. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریش. ایلافهم، الفتشان رحلت الشتاء، در سفرهای زمستانی و صیف و تابستانی. فلیعبدوا، پس باید عبادت کنند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را. الذی، آن پروردگاری که اطعمهم، طعام داد ایشان را. من جوع، از گرسنگی. و آمنهم، و امنیت داد ایشان را. من خوف، از ترس. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریش. ایلافهم، الفتشان رحلت الشتاء و الصیف، برای سفرهای زمستانی و تابستانی. فلیعبدوا، پس باید عبادت کنند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را. الذی، پروردگاری که اطعمهم، طعام داد. من جوع، از گرسنگی. و آمنهم، و آنها را امنیت یا امن داد. من خوف، از ترس و خوف. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریش. ایلافهم، الفت ایشان رحلت الشتاء و الصیف، سفرهای زمستانی و تابستانی. فلیعبدوا، پس عبادت کنند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را. الذی، آن پروردگار که اطعمهم من جوع، طعام داد ایشان را از گرسنگی. و آمنهم من خوف، و امنیت داد بیشان از ترس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، برای الفت گرفتن قریش. ایلافهم، الفتی که رحلت الشتاء، در سفرهای زمستانی و صیف و در تابستانی. فلیعبدوا، پس باید عبادت کند رب هذا البیت، پروردگار این خانه را که مکه شریف است. الذی، کسانی که الذی، آن ذاتی که اطعمهم، غذا داد ایشان را. من جوع، از گرسنگی. و آمنهم، و امن و امنیت داد به ایشان. من خوف، از خوف و بیم و ترس.